سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ خوبین؟ امروز اومدم با دستور یه شیرینی خیلی ساده به نام پیراشکی سیب. بچه ها این دستتون خیلی بازه تو مواد اولیه این پیراشکی. میتونید خیلی مواد و چیزایی که میوه هایی که دوست دارید مورد علاقتون اضافه کنید و این شیرینی خوشمزه رو دقیقاً شبیه کتلت توی روغن سرخ کنید به همین راحتی. اول از همین که بچه مواد اولیه رو من یه دونه سیب درختی بزرگ نگینی کردم، 3 قاشق روغن مایه، یه دونه تخم مرغ، یه پیمانه آرد که آرد رو بچه حتما الک کنید و 6 قاشق ماست و 6 تا هم قاشق شکر و وانیل هم یه قاشق غذاخوری. وانیل من وانیل مایه است بچه. از این وانیلای شکری هم به صورت پودر هم میتونید استفاده کنید. مواد به همین راحتی با همین چند قلم یه پیراشکی خیلی خوشمزه درست میکنید. خمیرش اصلا نیازی به استراحت نداره، یعنی همین که همه مواد با هم ترکیب شدن شما تابت رو روشن کن، روغن بریز و شیرینی ها رو داخل سرخ کن و بعد اون یه پیراشکی خیلی خوشمزه داری با طعم خیلی خوشمزه و نوش جونتون. میتونید کنار چایی هم ازش استفاده کنید. من درست کردم که اصلا هیچیش نمون دیگه، اینجوری بگم براتون تعریف از خود نباشه، ولی دستورش خیلی راحته. موادش هم 100% تو خونه همه هستش و خیلی راحت میتونید استفاده کنید. بچه ها میتونید سیب نریزید اصلا و بدون سیب استفاده کنید و پیراشکی بشه، یه پیراشکی ساده شکری. من انتهای ویدیو اگه نگاه کنید زمانی که سرخ شدن، چون توی روغن کم هم سرخ کردم، خیلی روغنم پیشنهاد نمیشه چون خودش موادش به خاطر ماست و روغن مایه که داخلش هست یه ذره چرب هست دیگه، زیاد نیازی نیست که روغن بریزید. ولی اگه دقت کنید من دارچین ریختم. بچه میتونید دارچین، میتونید شکر، میتونید کاکائوی آب شده روی این شیرینی ها بریزید، پودر نارگیل بریزید، هر چی دیگه. این بستگی به سلیقه و ذائقه خودتون داره. همینطور که من داشتم براتون توضیح میدادم همه مواد رو من با هم ترکیب کردم و هم میزنیم، نیازی به همزن نداره. خیلی راحت با قاشق دستتون میتونید کامل هم بزنید مواد رو. خمیرش به همین صورتی که دارید میبینید در اومد دیگه. میتونید شما سیب اگه نخواستید پیراشکی سیب درست کنید، خواستید ساده درست کنید، دیگه سیب رو بهش اضافه نمی کنید، ولی سیب رو اضافه کنید. همینطور که دارید میبینید من تو 2 مرحله بچه سیب رو کامل بهش اضافه کردم، هم زدم. میخواستم سیب قشنگ قاطی مواد شه، به خورد مواد بره و بعد همینطور که میبینید خمیرش اصلا نیازی به استراحت نداره. من خمیر رو آماده کردم و بعدش روغن گذاشتم، ریختم توی تابه و تمام سرخ میشه و شیرینی های خوشمزه ای دارید و نوش جونتون. کنار چای سرو کنید، حمایت هم کنید، لایک، سابسکرایب. نظر یادتون نره، اگه عالی بود براتون حتما بهم بگید که بازم شیرینی های خوشمزه براتون درست کنم. مراقب خودتون باشید. بوس بهتون.